اصلا دور و برت نگاه کن، آدما شبیه ذهنشون دارن زندگی میکنن. اونایی که همش دارن قُر میزنن، همش تو شرایط قُر آورن. اونایی که قدردانن، همش دارن بیشتر دریافت میکنن. و ذهن براش هیچ فرقی نمیکنه. ذهن یه ابزار منفی یا مثبت نیست. ذهن یه ابزاره. هر جوری بهش فکر بدی همون جوری بهت برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. سیستم دنیا اینجوری کار میکنه. یه کوه جلوت قرار گرفته و تو اینجا وایسادی و داری داد میزنی. هر دادی بزنی همون به سمتت برمیگرده. هر دادی بزنی همون به سمتت برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. مثال دیگه میگن یه آینه است، تو روبروش وایسادی خب و بعد اخم کردی و بعد تصویر تو آینه اخموه و تو میخوای تصویر تو آینه رو عوض کنی. عصبانی میشی، میخوای تصویر تو آینه رو عوض کنی. برای عوض کردن تصویر تو آینه باید خودت رو عوض کنی. بنابراین من نمیدونم کجای کاری، نمیدونم چقدر وقت منو میشناسی، نمیدونم با مدیتیشن آشنایی دارم، ولی ازت میخوام یه شانس به خودت بده. از این حرفای عجیب غریب و بچگونم نزنیم که نکردم نشد، نمیدونم سری خوابم میبره، نمیتونم، بلد نیستم. تو رو خدا از این حرفا نزنیم، زشته. نپذیر از خودت این حرفا رو. یعنی چی نمیتونم؟